مالپارا باس نیوز لسرداره جدرکا نزیک جی رژیما سوریه راگهاند که حکومت روسیه کارجبو دامزراندن گروپک کردی لشکری مزن لجیر ناوی لیوال اکراد دکه که اوجی ویل ناو رفین ارتشا رژیما اسد ده لباجار حلب شر بکن بیکو ارمانج هرگولین دامزراندن وی گروپی وره خویا کرن. مالپارا نافبوری هروها دازانین الگور جدرکا جچکدارین سوریه دموکراتی کنوچه که وها تیگوتن لتو زانیارین زیده لجموان دربار چاوانی و هرگولیا دامزراندن گروپک کردی لبتنی گوتیه که اگر هی ارمانجا ویش بو باجار عفرین روجاوای کردستانی به و شاندن وی هزیش بو عفرینی به و پاشگاه خستنا داخوازا حکومت ترکیه جدور خستنا چکدارین یپکه جو باجار عفرینی. جالی خواه هنجیداران جو پارتیا یکیتیه دموکراتیک پیده جمالپاری را راگهاندنه که او نوچه دور جراسیه بناف کرنه. درباره بچکرنا کردین عفرینی یندنا و کمپین در دور حلب اندام انجمن خوجهی یا ناوند عفرین آزاد عثمان جارکر راگهانده بو. که پیده 1200 جوان کردین عفرین لجیر ناوه هیزک لشکری شیعی بچک کرنه که اگر هیا دشار ادلب ده بشدار ببن. هر حال گور جدرن خوجهی بالکشاندن سرویه که کار و آمدکاری این قصد جشار ادلب را تنکرن و هجمارک مزن جچکدارین خواه شاندن حلبه. کل گور چاودران او جشبو بشداری دشار ادلب ده.